جنگ فقط گلوله نیست. گاهی یه صدای آژیر، یه تصویر یا حتی سکوت بعد از انفجار کافیه تا اضطراب در درون انسان ریشه بدونه. اضطراب دوره جنگ با دلتپش‌های بی‌دلیل، بیخوابی‌های مداوم، لرزش دست‌ها، بیقراری، زودرنجی و حس دائمی خطر خودشو نشون میده. گاهی آدم حس میکنه که امن‌ترین جا هم امن نیست. تو کودکان این اضطراب میتونه به شب ادراری، کابوس، سکوت طولانی یا پرخاشگری تبدیل بشه. تو بزرگترها ممکنه که به فرسودگی روانی یا حتی اختلال استرس پس از سانحه که PTSD هستش بیانجامه. اما امید همیشه هست. مهم پذیرفتن اضطرابه، نه انکارش. صحبت کردن با یه روان درمانگر، استفاده از تکنیک های تن‌آرامی یا مدیتیشن، تمرین تنفس عمیق، مراقبه و در صورت لزوم دارو درمانی میتونه آرامشی دوباره به روان زخم خورده ما ببخشه. و گاهی فقط کافیه کسی باشه که بپرسه حالت خوبه؟ جنگ تموم میشه، اما برای التیام خودمون باید از نو ساختن رو یاد بگیریم.